بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة المسلمين. الحمدلله دوستان عزیز، ما قرار داریم در درس چهارم از حیات اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم که الله مهربان از آنها راضی باشد. امروز هم یکی از صحابگان که نامش طفیل است، طفیل دوسی از قبیله دوس. دوستان عزیز، اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم به نهایت زیاد دوست می داشتن رسول خدا صلی الله علیه و سلم را. حضرت طفیل همچنین از دوستدارهای پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. لیکن دوستان، الله مهربان ما را کمترین غیرت صحابه را نصیب کند تا اینکه ما بتوانیم تطبیق و گفته خدا و گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم باشیم، تا اینکه بتوانیم در حیات خودمان دوستداری پیامبر صلی الله علیه و سلم باشیم و حیات خدا با آن طرزی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر ما آموخت همون طور زندگی کنیم. حضرت امام مالک می فرماید لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلحت أولها. این امت گفتن حضرت امام مالک که آخر این امت نجات نمییابد، یعنی زمان من و شما دوستان عزیز که ما نجات نمییابیم مگر آن که اگر پیروی از پیشینه های خود نکنیم، مگر این که اگر پیروی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم نکنیم که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم جانهای خود در راه الله فدا کرده بودند، در راه پیامبر صلی الله علیه و سلم. چنان رسول خدا صلی الله علیه و سلم دوست می داشتند، دوست از صمیم دل. حضرت بلال روایت می کنند که وقتی سکرات موت به سراغش آمد، وقتی مرگ همسرش این درک کرد، حس کرد که حضرت بلال از دنیا می رود و فریاد زد، گفت و مصیبته، آه مصیبت، آه مصیبت. گفت که بلال از دنیا می رود. لیکن که بلال دوستدار پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، بلال از پیروی شد سرمه چشم، از پیروی پیامبر سرمه چشم شد که امروز دنیا فخر بلال دارد. یک غلامی که سیاه پوست بودند، اما اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست داشتن، مرتبه اونا چون مرتبه بلند شد نزد الله، نزد پیامبر و نزد تمام مسلمان ها. حضرت بلال چه گفتن؟ گفتن یا زوجتی، ای همسری من، گفتن لا تقولی و مصیبته بل قولی و فرحته. گفتن نگو که آه مصیبت، بل بگو که آه، بل بگو که، بل این که بگو که آه خرسندی، آه خوشحالی، آه شادی. همسرش حیران شد، گفت لما یا بلال، بچه خاطر ای بلال؟ حضرت بلال گفتن که غدا القا محمدا و صحبه، من فردا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب پیامبر ملاقات میکنم. این برای من توی است، این برای من شادی است، این برای من خرسندی است، این مصیبت نیست. این چنین اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست می داشتند پیامبر صلی الله علیه و سلم را. و همچنین خواندیم از حیات حضرت خبیب که حالا آنکه گوشتهای بدنش از بدن جدا می کردن، پاره پاره می کردن و گفتند که ای خبیب، دوست می داری که در جای تو
محمد باشد صلی الله علیه وسلم و تو در خانت در نزد اهل عائلت امن و امان باشی. چی گفت؟ گفت نه والله، نه والله من نمیخواهم که یک خار در بدن رسول خدا صلی الله علیه وسلم خلیده شود، یک خار. اما افسوس که امروز ما تمامی بدن پیامبر صلی الله علیه وسلم پر از خار کردیم. امروز پیروی از رسول خدا صلی الله علیه وسلم دیده نمی شود در ما. یا الله ما را دوستدار پیامبر صلی الله علیه وسلم بگردان، حتی ما در خواب نمی بینیم رسول خدا صلی الله علیه وسلم. این نشانه این است که ما از دل دوست نمی داریم رسول خدا صلی الله علیه وسلم. امروز اینقدر بی‌عفتی و اینقدر بی‌حیایی بین ما و بین خواهرای ماست. این خار خریدن است بر بدن رسول خدا صلی الله علیه وسلم. روز قیامت با رسول الله ما چی میگیم؟ الله مهربان من و شما را ببخشد. الله مهربان کمترین غیرت اصحاب پیامبر، دوستداری که با پیامبر داشتن اصحاب پیامبر بر ما نصیب کند یا الله. حضرت طفیل قصه میکنند که ادیب بودند، با ادب لبیب بودند، خردمند بودند، ذکی بودند، شاعر بودند. در نزدیکی های مکه مکرمه زندگی میکردند، از مکه مکرمه بیرون، اما انسان مشهور بودند در قومش. این قصه میکند که وقتی که من مکه مکرمه برای زیارتی همون بتها آمدم که هر یک قبیله یک بت داشت و میپرستید، من اونجا آمدم، مرا پیشواز گرفتن رؤسای مکه، سیدها، کلانهای مکه مکرمه و با من صحبت کردن. همون وقتی که من مکه آمدم مناقشه یعنی بحث بین پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و بین مشرکین مکه که پیامبر صلی الله علیه و سلم اونها را دعوتی به سوی اسلام میکرد، اما آنها قبول نمیکردند. در همون زمان بود که من آمدم و من کلانهای مکه مکرمه پیشواز گرفتن و چند نصیحتی را بر من کردن. گفتن که ای طفیل، این یک نفر در ما خارج شده که خودش پیامبر اعلان کرده و اون نفر همه ما را، دین ما را بیکار کرده ایستاده است، دین ما را قبول ندارد، مقدسات ما را قبول ندارد. حتی گفتند که پدر از فرزند جدا میکند، برادر از برادر، حتی همسر از شوهرش جدا میکند. گفتند نشود که اون نفر تو پیشش رفته سخن اون گوش کنی. حضرت طفیل می چنان سخنهای برای من کردن که از دست این که من اون نشنوم در گوشهای خود پخته گذاشتم، قطن گذاشتم تا این که من سخنی و این نفر نشنوم. اما وقتی که طواف مکه میکردم، طواف خانه الله را میکردم، ناگهان چشم من به این نفر افتاد، به رسول خدا صلی الله علیه و سلم که رحمت للعالمین است. الله مهربان میفرماید که و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ما تو را نفرستادیم ای محمد مگر رحمت بر عالمیان. رحمتا رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر تمام عالم. وقتی اون نفر دیدم نماز میگذاشت، نمازش از نماز ما فرق داشت، عبادت میکرد الله جل جلاله را، الله جل جلاله را که عبادت رسول خدا صلی الله علیه وسلم از عبادت ما فرق داشت. در این حالت میگه خود از خود فکر کردم، گفتم که یا طفیل، تو اینقدر انسان دانشمند هستی، انسان شاعر هستی، مشهور هستی، آیا تو خوب از بد فرق نمیکنی؟ یعنی چرا نمی روی این نفر گوش کنی؟ اگر سخن خوبی گفت بر خود میگیری، اگر سخن بدی گفت ترکش میکنی، چرا از این دور شدی؟ و به همین حال من میگوید آمدم
از پشت رسول خدا صلی الله علیه و سلم تا اینکه رسول خدا به خانهش رسید و من آمدم و گفتم که محمد صلی الله علیه و سلم قومت برای من همین سخنها را کردن که تو یک انسان هستی که همه را از همدیگر جدا میکنی، اما من دیدم که نمازت چه خوب نمازی داری و چه خوب عبادتی داری. این چی چیست؟ اینه برای من عرضه کن، اینه برای من بگو این چیست. و رسول خدا صلی الله علیه وسلم برایش سوره اخلاص خواندن، قل هو الله احد، توحید خواندن، یکتا بودن الله جل جلاله را خواندن و سوره فلق قل اعوذ برب الفلق خواندن که حضرت طفیل گفتن والله چنان یک حسیه در من پیدا شد که این سخنی که از رسول خدا، این آیه هایی که شنیدم من در حیاتم این چنین نشنیده بودم. و بعد از این شنیدن من ایمان آوردم، کلمه عرضه کردم، ایمان آوردم با رسول خدا صلی الله علیه و سلم. دوستای عزیز، مقصد از قصه هایی که ما امروز میکنیم مقصد این نیست که تنها خوانده شود یا شنیده شود. الله مهربان را دعا کنیم که خداوند برای ما توفیق عنایت عطا بفرماید تا اینکه ما پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده باشیم، مانند اصحاب پیامبر دوستداری کرده باشیم، مانند اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز، امروز چقدر مشکل است زنده کردن یک سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که من احیا سنتی عند فساد الامه، کسی اگر یک سنتی من را زنده می کند در زمانی که امت من فساد شدن، که این زمان ماست که 100% فساد شد، اجروه که اجر شهید، گفتن که مانند ثوابش مانند یک ثواب شهید است که در راه الله شهادت نوشیده. در روایت دیگر آمده میگن که اجره که اجر 100 شهید، اجرش مانند 100 شهید است که هر نفری که اگر در این زمان ما یک سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم را زنده میکند. این قصه مشهور است دوستان عزیز که عالمی از یک عالم دیگر شنید که اون عالم بسیار انسان خوب است و انسان والاست، به زیارتش رفت تا اون زیارت کند، اما وقتی که اون عالم دریافت که اون عالم ریش خودش را می تراشد و برایش تعجب کرد و گفت استاد داملا آیا تو ریش خود می تراشی؟ گفت بله من ریش خود می تراشم، اما رنجید. گفت لیکن من دل کسی را نمی خراشم. این عالم در جواب گفت که داملای عزیز، اگر من دل شما را خراشیده باشم، شما دل رسول خدا صلی الله علیه وسلم خراشیدید. یعنی دوستان امروز ما چقدر بدن رسول خدا صلی الله علیه وسلم می خراشیم، به اینه که ما از سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم دور شدیم، از اون محبتی که اصحاب داشتن به پیامبر ما دور شدیم. الله مهربان ما را توفیق بندگی عنایت بفرماید که مانند دوستای خدا، مانند بلال و مانند خبیب پیامبر صلی الله علیه وسلم دوست داشته باشیم و ان شاء الله در درس های آخر دوام قصه حضرت طفیل خواهم دوام داد. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.